با صبر و دعا. با رنج چگونه میتوان به سر کرد؟ بر موج بلا ز بحر زندگی گذر کرد. با بیش و کمی که در قضا نوشته، از حادثه ها در این جهان حذر کرد. با ترس که در گردنه زمان نشسته، آسوده دمی به شهر عافیت سفر کرد. با زخم بلا چگونه میتوان زیست؟ بی دغدغه بر عارضه‌ای گران نظر کرد. تشویش که خود عجین زندگانی است، از حیطه ذهن مبتلای غم به در کرد. آشفته دلی که بهر بیقراری است، در سینه آرام پر از امید مستقر کرد. بی صبر و امید و آرزو نمیتوان زیست، آسوده گذار از این حیات پرخطر کرد. بایست که با توکل و امید و ایمان، با عجز و پناه بر خدا دعای مستمر کرد. به قول مولوی: چون دعامان امر کردی ای عجاب، این دعای خویش را کن مستجاب. ما ز حرص و آز خود را سوختیم، این دعا را هم ز تو آموختیم. ای دهنده عقل ها فریاد رس، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس.